Arka kayna yine ozi nişan ettiğine yine kayna çiyak da dasın hani bayağı zor rahmi gardan. Hayatı bani hop katı donuşunu jaga bram ko arka min bram arka. Mon Davidana metunum hiç kukana metunum. İltimos arka hoş metunum. جمالالدین سعید یک مرد 35 ساله تاجیک با ارسال یک نوار از جنگ اوکراین سرگذشت سختی خود را نقل کرد و از حکومت تاجیکستان خواهش نمود که برای برگردانیدن او از جنگ کمک کنند. او میگوید پس از آن که در نتیجه ترکیش سخت جراحت برداشت و یک بیمارخانه حربی در روسیه برده شد و طبابتش را پوره انجام نداده باز او را به میدان جنگ فرستادند. پزشکی قسم حربی نوشته است که گویا من صحت شدم و طبابتم تمام شده است، اما من با عصا راه میگردم. من نمیتوانم درست راه روم. در پایم 20 آهن پاره است و در ران پایم باز 20 تای دیگر است. در عموم 40 آهن پاره در تن دارم. مرا نه طبابت کردند و نه حق زخمم را دادند. معاش 3 ماه کارم را هم ندادند. جمالالدین سعید که امروز زخمی و ناامید است تنها یک خواهش دارد: برگشتن به خانه. او امید دارد که صدایش را میشنوند و او را از این جنگ بیگانه خلاص میکنند. یک سازمان با نام زیستن میخواهم در اوکراین که سرنوشت زرخریدان را پیگیری میکند چند پیش رویخط زیاده از 900 تاجیک را نشر کرد که در طرف روسیه میجنگند. نام جمالالدین در آن رویخط نیست، ولی نام خوشبخت پیروزعلی یک از مهاجر تاجیک دیگر که یکی از آن شخص‌هایی است که نه فقط نامش در رویخط است بلکه این سازمان درباره او یک نوار 14 دقیقه‌ای نشر کرده است. مرا ورونژ آوردند. دیدم که همه لباس حربی دارند. پرسیدم که چرا مرا اینجا آوردید؟ گفتند تو شرطنامه بسته ای. گفتم کی من امضا کردم؟ من گفتم که جنگ نمیکنم. آنها گفتند که تو در انبار کار میکنی. اما وقتی به جای تعیین شده رسیدیم گفتند که تو سرباز حمله‌ور هستی. ما 15 نفر آمده بودیم. بعد از آن دیگر یگان نفری آنها را ندیدم. او این چنین میگوید که بعد از حادثه کراکوس در جریان یک رید در روسیه بازداشت شد و به جای آنکه به تاجیکستان فرستاده شود او را به کمیسریات حربی بردند و از آنجا به جنگ روانه کردند. در 1-2 سال آخر شماره مهاجران تاجیک که در روسیه بازداشت شدند و بعداً به جنگ با تهدید فرستاده میشوند زیاد شده است. در شبکه‌های اجتماعی پیوسته رسم‌ها و اعلان‌های می‌برآیند که در آنها گفته می‌شود که مهاجران تاجیک در اوکراین کشته یا بی‌درک شدند، اما تا حال معلوم نیست که چقدر تاجیکان در آنجا جان باختند. با گفته سازمان زیستن می‌خواهم شماره کشته شدگان از تاجیکستان تا امروز 196 نفر را تشکیل می‌دهد. و گفته تحلیلگران سبب رفتن تاجیکان به جنگ کمبیزاتی، نیازمندی و مهاجرت زیاد بر روسیه است. برای بسیاری از آنها جنگ راه انتخاب نیست. مجبور میشوند که به آن روند یا برای نجات از زندان یا برای گرفتن معاش یا با تهدید. به اطلاع جمع‌آوری شده از شبکه‌های اجتماعی در میان زرخریدان تاجیک شماره زیادی مهاجران هستند که مثل خوشبخت پیروزعلی برای نقض قاعده‌های اقامت بازداشت شده بعداً با تهدید به جنگ فرستاده شدند. اما به فرق از آنهایی که به گفته خود ناآگاهانه یا از ناعلاجی به جنگ رفتند اکنون راه گریز می‌جویند. باز هستند تاجیکانی که با گرفتن نوارها از حضور خود در جنگ را نشان می‌دهند. اینا کماندیر تانک سیدوی اینا پازیرنوش سیدوی اینا تاجیک اینا کماندیری تانک نوازید جنگ دم درویا. سلام علیکم بچه‌ها. کار کنید. اوه دا بود زمان برای